در 30 کیلومتری شهر دوشنبه 4.5 کیلومتر دورتر از شهرک حصار یکی از جایهای تماشاباب و شایان دقت تاجیکستان ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار جایگیر شده است. زیر این نام یادگاری‌های باستانشناسی و معماری دوره‌های گوناگون که در میدان 86 گکتار واقعاً متحد شدند. مکان جایگیرشوی ممنوعگاه وادی حصار بوده. پس خمی می باشد که از پهلوی آن دریاهای کافرنیهان، قراتاق و شیرکن جاری می شوند. حیات در این جایها هنوز در عصر سنگی، عصر 4-3 تا دوران میلاد آغاز گردیده است. در عصرهای میانه حصار همچون شهری هنرمندان و مرکزی خرید و فروش معروف بود. در عصرهای 18 و 19 آن به بکیگری حصار تبدیل یافت که یکی از 28 مکانی متعلق به امارت بخارا محسوب می‌گردید. از همون دوره قلعه حصار باقی مانده است که امروز به آثارخانه در هوای کشاد تبدیل داده شده است. آخر سالهای 80 عصر 20 در حصار مجمع ممنوعگاه نادر فرهنگی و تاریخی بنیاد گردید. به این مجمع انشاءات زیرین داخل می شود. یکم، قلعه حصار با پیشتاق‌هایش. آن با طرز دستی 2500 سال قبل ساخته شده است. ارک، این دروازه اساسی است. دروازه ها در عصر 16 ساخته شده. امروز پوره از نو برقرار کرده شده است. دوم، ریگستان یعنی میدان نزدیک قلعه. سوم، مدرسه کهنه، مؤسسه تعلیمی عصر میانگی در عصر 16 بنیاد شده. میدان مدرسه 2250 متر مربع را تشکیل می‌دهد. چهارم، مدرسه نو. پنجم، کارمانسرای یعنی مهمانخانه. کارمانسرای خشتی در سال 1808 در زمان سلطنت سعید بی اتالیق ساخته شده به صفت مهمانخانه استفاده می‌گردید. ششم، مسجد چشمه ماهیان در عصر 8 ساخته شده است. دو دهلیز و مناره در عصر 14 بنیاد گردیده عین زمان کاملا برقرار کرده شده است. هفتم، مسجد سنگین. هشتم، مقبره مخدوم اعظم یادگاری تاریخی عصر 16 محسوب گردیده در جای قبر حاجی محمد حیواقی ساخته شده است. میدان مقبره 609 متر مربع را تشکیل می‌دهد. نهم، آثارخانه تاریخی که در بینای مدرسه کهنه جایگیر شده است. در اینجا با مقدار بیش از 3200 نسخه یادگاری‌های نادر و نگاره‌هایی که هنگام جستجوی‌ها در قلمرو حصار و بیرون از آن بازیافت گردیده است به معرض تماشا گذاشته شده است. پس از اعلان جشن 3000 سالگی حصار، ممنوعگاه تاریخی و فرهنگی حصار ترمیم و تعمیر شده. امروز به یک گوشه تاریخی و دلربای تاجیکستان مبدل گشته است. همه روزه تماشابینان و سیاحان زیاده به این مکان می آیند و از تاریخ پرغناوت یک یادگاری تاجیکستان آگاهی پیدا می کنند.